اگر لطف کنین هم استراحتی کنین هم به این سخنان گوش بدین ممنون و متشکرم. دوستان سلام، خسته نباشید. امروز روز بزرگی برای همه ایرانیان. آرزو میکنم که یک روز همه ما بتونیم کنار هم شعار واحد بدیم علیرغم همه عقاید مختلفی که میتونیم داشته باشیم. امیدوارم واقعا این خیلی مهمه. دوستان عزیز، مادران داغدار ایران، مادران عزادار ایران در واقع که میدونید از همان روزهای اول به خاطر کشته شدن بچه هاشون در ایران شکل گرفتن. مادران بعد از 7 ماه 3 شعار اصلی دارن: اعدام را بس کنید، آزادی زندانیان سیاسی، رسیدگی و محاکمه آنهایی که در این 31 سال قتل کردن. دوستان این شعار همه‌گیره، این شعار برای همه اونهایی که فکر عقیده مختلف دارن شامل میشه. دوستان مادران داغدار لندن، حامیان مادران داغدار در سراسر دنیا تلاش میکنن صدای مادران رو به همه دنیا برسونن. ما ماهی یک بار در ترافالگر اسکوئر لندن کنار هم جمع میشیم از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر. از دوستان عزیزی که اینجا جمع هستن، هر فکر و عقیده ای دارن، ما یک بار بیاین و این حرکت رو حمایت کنیم. این جریان به هیچ گروهی و دسته‌ای وابسته نیست. اعدام را بس کنید شعار همه است. زندانیان سیاسی را آزاد کنید شعار شماست. و محاکمه قتل عام اونهایی که آمرین و عاملین قتل عام در 31 سال اخیر شعار شماست. خواهش میکنم از این حرکت حمایت کنید. من اینجا میخوام از همه اونهایی که در این 7 ماه ما رو حمایت کردن تشکر کنم. از آقای مهران که بی دغدغه، از آقای کسانی مردانی که این مادران رو حمایت کردن. این گروه یک گروه زنانه است ولی از همه مردان و زنان میخوایم که از ما حمایت کنند. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید. تاریخ بعدی اولین ماه، در واقع اولین شنبه هر ماه 4 جولای در واقع میشه شهریور. ممنونم. ما دوستان ما وبسایت داریم، ما وبلاگ داریم و اینکه ایمیل داریم. شما میتونید به ما ایمیل بزنید و اینکه از ما حمایت کنید. ممنون از شما. دوستان چند تا شعار میدید. بعد یکی از عزیزانی که در ایران و همینجا فعالیت بسیار زیادی برای مردم داشتن پیش ما هستن، خانم مسیح علی نژاد، که بعد از چند تا شعار برای ما اینجا سخنرانی خواهند گفت. یک صدا با هم